من توی این ویدیو خفن ترین فکت های ماینکرافتی رو تست کردم. خب اولی گفته که اسپایدرها از آرمادیلو میترسن. بذارید تست کنیم. آره ازش فرار کرد، چه جالب، نگاه کنید. آره آقا این درسته، دارن فرار میکنن، درست بود. خب بعدی میگه که وینچارج اگه به جایی نخوره میتونه تا آخر دنیا بره. الان ما اینو پرت کردیم، اصلا بهش نمیرسم. بذارید اینه اینطوری بزنم، برو اینطوری. دارم مینمش غیب میشه، ولی فکر میکنم درست باشه این. آره حالا شما بگید، برای من که چانکم پایین گذاشتم معلوم نمیشه، ولی شما بگید این درسته یا غلطه. بعدی میگه که فایر ورک میتونه کوزه ها رو خراب کنه. بذارید تست کنیم. خب الان من اینو اگر خراب کنم، اینو بذارم، این باید نه اشتباهه، همونجا میمونه، مگه اینکه منظورش یه فایر ورک دیگه باشه از اون انفجاریاش. بذارید یه دونه تست کنیم. نه اشتباهه، نمیتونه خراب کنه. خب بعدی میگه که میتونیم رو قایق نیم تگ بزنیم. اسم نیم تگمون رو میذاریم نیم، دوست دارم، نم میذارم. الان قایق رو ورداریم بزنیم روش. نه اینطوری که نه، شیفت بزنیم نه، هیچ اتفاقی نمیافته. آقا غلطه، این اشتباه بود. بعدی گفته که نور چراغ مسی زنگ زده از عادی خیلی کمتره. الان ما یه دونه عادی گذاشتیم، اینم یه دونه زنگ زده. اول عادیه رو روشن میکنیم، یه نور همون عادی داره دیگه. آره الان اگه ما مسی زنگ زده رو روشن کنیم، آره اگه نگاه کنید خیلی نورش نسبت به اون یکی کمتره. این درست بود، آره این درست. با همین کلیدای ترایا کمپر میتونی این درای آهنی رو باز کنی. الان من هم دارم کلیک بلاک گذاشتن رو میزنم، هم خراب کردم. خرابش که خراب میکنه ولی نه کار نمیکنه، اشتباهه. که آرمور سگو به بچه‌ش هم بزنی کار میکنه. الان این خودش فکر کنم دنیا فلت ورده نمیذاره من اینو بذارم، ولی شما بگید این واقعی یا غلطه، چون که اینجا اصلا اجازه نمیده. بابا اون بچه رو بده آره اینجا نمیذاره. خلاصه شما اینو تست کنید بهم حتما بگید، من که نفهمیدم. خب بعدی گفته که زاگلینا آرمور استندو میزنن، که آره درسته، آره این درست بود. جالب بود، اینو نمیدونستم. آره این خیلی باحال بود، درسته. خب بعدی گفته که بریز با تیرکمون ضربه نمیخوره. تیرو بک میده، نگاه کنید. آره برمیگردونه سمت خودم. آره نگاه کنید. آقا این درست بود دیگه، خیلی جالب بود. خب بعدی گفته که آرمادیلو روی یخ فریز میشه. بذارید تست کنیم. نه داره راه میره قشنگ، این اشتباه بود. داره روی اسلایم بیفتی دمیج نمیشه. الان تست کنیم. بابا من رو اسلایم نیفتادم، رو سر این میپرم. جدی لحظه رو سرش موندم ولی دمیجه رو خوردم ازش. یارو خب بعدی گفته اندرمن روی کاندرول پر آب میتونه بمونه، اصلا روش اسپان نمیشه. بذارید من تلپورت میکنه. گفته به یه ماهی شیشه آب بزنی نباید بمیره. الان تست کنیم. آقا یه جا وایستا دیگه، آروم باش. تا الان که نمرده. مرد، نه اشتباه، دمیج شد. بعدی گفته که اگه ایکس پی رو به سمت بالا بتنازیم ایکس پی بیشتری بهمون میده.
الان یک ایکس پی شدیم. حالا یه دونه رو به جلو میندازیم. یکیش هم افتاد پایین. من که نفهمیدم. بعدی گفته که رو تختی که لاوا هستش میتونید بخوابید. بچه من چی تو آف گذاشتم. باید حالا صبر کنم تا شب. وای آقا تا شب میشه اینو تست کنیم چون که مربوط به همینه. گفته ویچ تو لاوا پوشن فایر رزیستنس بخور. اگه اینطوری باشه واقعا خیلی خفنه. داره میخوره جدی. آره یه دونم هیل خورد بعدش. چه جالب، نمیدونستم اینو، خیلی باحال بودش. بچه بعدی میگه که میتونید با همون توت وحشی ها کلاچ کنید، ولی من هرچی میگردم توتو پیدا نمیکنم. اما احساسی کنم این باید واقعی باشه. حالا شما تست کنید بهم بگید دیگه، من نفهمیدم واقعیت. اوبا تا 6 بلاک میتونه بپره. این یکی، این دوتا، این 3 تا، 4 5 6. اوکی الان تومش هم این بالا میذاریم، یه مرغ میذاریم. اگه این بپره یعنی درسته. نه اشتباهه. دیگه گفته که بیکنو با دستم میتونی بکنی. بذارید ما تست کنیم. یعنی بکنی بهمون میده. آره درسته، فکر نمی‌کردم. عجب. که بوزا شیر میدن. بذارید تست کنیم. آره داره به من شیر میده. اینها میلک. آره این درست بود آقا. خب بعدی گفته که لیدا کلوفتر شدن وقتی میزنیم به یه ماب، که مثل اینکه آره کلوفتر شده. و الان یه فکتم میخوام من بهتون یاد بدم، نگاه کنید. میتونید لیدا رو 2 تا ماب رو همزمان به هم وصل کنید. اینو من میدونستم، فکرم نمیدونستید. حالا اگه میدونستید که ایتی. اوکی اینم فکت من، برید حال کنید. بعدی گفته که لید دیگه کنده نمیشه. الان تست کنیم. الان من اگه این روباه رو بکشم مثل که آره کنده نمیشه. داره میاد دنبالم. و اینم بود 23 تا به علاوه یکی که خودم گفتم فکت، که برید حال کنید دیگه. آره اینم بود از این.